بسم الله الرحمن الرحیم و سلام. یه موضوعی که چند وقته خیلی منظور موضوعی حمله 12 روزه بالاخره به کشور ما تعرض داریم. کی هم به کی حمله کرد، کی فکرشو میکرد، شد بالاخره دیگه چرخ گردونه چرخه. فعلا هم ما در شرایطی که کفتار سیم و دندو تیز کرد، ولی خوبه جنگ همیشه یه جورای موافق هستیم، مخصوصا ایمان لورا که دوست و دشمنت بهتر مشخصه بود. هر جور حساب کنیم صرف نظر ز حکومت ها ایچو ایرانه و هر کی هم که تعرض کرد به ایران ایرانی تعرض کرده. کاری نداریم که مخالفی موافقی فرق نکنه، چون یه چارچوب داریم مثل این مرز کشور، حالا خیلی هم کوچیکه ولی بالاخره الان داریم اسم هم سر است. خیلی ها ولی اولنو حمایت کردن، اصلا کار با سیاست سو هم ندارم. هر کی به ضد تعرض به ایران، ضد حمله به ایران حمایت بکنه یه خائنه. هر جور هم بخو سیاست از شهر بده. حالا تو با حکومت مشکل داری، خود ارزش نداری کاری کنی، لااقل بشین تا ببینیم کسی گیریاز هم شو اگر ورستات را پیرویز کن. خود ایران کاری نداره، ما عقیده ما هرچی حدثی کن، ولی تو که عقیدت مشکل داری با این قضیه و روش سیونه، نه که بیایی با مال بیگانه دشمن یه سری خیانتکار مشخص دادین. خدا رو شکر من جنگ علای ما خیلی آنه داشتیم زیدیم من این مدت ها، ولی همونو هم مندنو خب پدافنده جون آدم بالاخره هر جور حساب میکنه. خدا بیامرز. معلومه کی با شرفه. خیلی هم حمایت کردن زی حملات، اونو هم مشخص داره که چه ذات دارن. دا یکی از بچه‌ها به کورسکوپی که حواس بو بیرد با خود بو یه جا نری که خطرناک رو بزنند. گو دا اینقدر من تهران من شهرها مختلف مرد اونو دویل گویل مو به من یکی از همونو یا نگون ایرانی نه خو که اره افته به پای گپ ای دشمنا. گو بزن برکنار کن تا بل ما اولم به حکومت رسیم یا اونو رسیم. حضرت یغلوی حیف اسم پهلوی که سرسه مشخص آبیدی. منظورم کنه بریم دنبال مبحث اصلی. یک کتاب فوق العاده معتبر، نویسنده سایه عباس میلانی، اشتباه نکنم دکتر عباس میلانی، چاپ تورنتو. آقای عباس میلانی ز مدیران دانشگاه من کانادا، نه تنها استاد، ز مدیران دانشگاه هم بوده. فوق العاده انسان باسواد. مخصوصا هم کتاب اوورابی آوردم که نگن یه وقت بوده کتاب هم چو برداشتی و داری در مورد پهلوی صحبت کنیم. ریشه خودم شروع کنیم به نقش بیگانه ها من حکومت کشور بعد از آجار. سال حدود 1299 انگلیس متوجه وابی که الان حکومت قاجاری دی به درد ایران نخوره و سی مقابله با روسیه حکومت دیکتاتور مقتدر. سید ضیا با رضاخان و زمانو اولین یک کودتا کردن بدون جنگ، تهران گریدن. احمد شاه رد سفیر انگلیس گفت که چه بکنم نکشنم. گفت نه نکشنم، فقط واسه توافق و بین شیخ. سید ضیا و جلو گفت منو واسه بین دیکتاتور از سران کشورم بکنیم. قبول نکرد احمد شاه. به نخست وزیری راضی بود سید ضیا. خب خیلی مشکل داشت سید ضیا با احمد شاه، خیلی تغییر کرد احمد شاه قدرتی نداشت، ولی با کمک رضا شاه کم کم سید ضیا ضعیف‌تر بی. هر چند حمایت انگلیس ز سید ضیا بیشتر با سید موافق بی، ولی خب رضا شاه خب اوو و سید ضیا کنار زی و بعدم که فشناس ز خزانه مملکت یا قابل داد
گو برو. رضاخان او سرکار احمد جان که من صفحه 22 کتابو نوشته که انگلیسی‌ها دل خوشی ز رضاخان نداشتن و اون روستایی جاهل ولی تیزهوش خوندن است. ولی در کل داره گوی که انگلیسی ها آوردن است. حالا خواستم بالاخره لیاقت هایی داشته ولی در کل منظور سیوریز کودتا و چیا که یه چی هم نیبود که توانست کنی وجود داره و بیده. خب پس رضا شاه با دست انگلیسی ها به قدرت رسید و توانایی های شخصی. بریم جلوتر. یا ز محمد رضا شاه گو که به خاطر یه آشوبای من کشور رضا شاه بسکو بیا زمانی که سوئیس درس خوند خیلی دارن گون سواد شاه و من خارج کشور و این داستانا من یک محقق یک استاد وقت خود کتاب نویسه یا مستندات ایاره و منابع معتبر جوره و نویسه. شامن کتاب خست مأموریت برای وطنم خست نوشتم و دیپلم گیریم فارغ التحصیل آبیم. ولی عباس میلانی اگو که شاگرد سال 1315 موفق به اخذ دیپلم شدم اگو ولی ما یه نامه رسمی نوشتم چه آدم پیگیره بیده به مدیر مدرسه است و گفتم فارغ التحصیل آبی گفت نه نباید بیده. در ادامه هم صفحه 66 کتاب نگاهی به شاه چاپ دوم در ادامه هم گفت البته بعد از بازگشت را من دانشگاه افسری که ویژه خود شابی و آموزش دی و چوی آموزشاتی خلاصه درس هم تمام نکرد. در مورد رابطه با دختران یا صحبت کنی یه جایی اگه معروف بی که من محافل خیلی گدن با دختران رابطه داره، حتی بعضی وقتا با اتومبیل های شکاری گران قیمت، نه منظور است شکاری شن، حالا اونایی که ماشین بازن 100% در جریان. من خیابان های تهران با برخی دخترها دیده میشد این محمد رضا شاه و اینکه عاشق دختری به نام فیروزه بی بعد یا پایین صفحه 86 گفت که کاملا دوم که فیروزه کینه ولی به احترام خاص خانواده است اسمش بیان نکنم، انسان با شخصیتی دمشگر پرده دری نکنه. بعدم که من هم صفحه 86 یازه البته یه قبل از بگم که ننوشتم ولی خوندم است که زمان جنگ جهانی ایران به آلمان گرایش داشت به خاطر اوژن آریاییست و حمایت هیتلر آریایا. ایران گرایش داشت به سمت هنو و هی تهدید است که روسیه و انگلیس. بالاخره به جای رسید که حمله هوایی کردن، حمله هوایی به شهرهای بزرگ کشور. که اگه من تهران 2 نفر مرد ولی خیلی ها زخمی ها بودن. و اینکه او ابهت ارتش پهلوی هم پاشست. خیلی تبلیغ کردن که ما ارتش موقویه و قدریم ولی جنگی که وست فهمیدن مردم ایران کاملا بی‌دفاع و ناگفته نماند. قبل از این جنگ ایران خیلی رده بی سمت آمریکا جست کمک گشت، ولی خب عباس میلانی گو ایران همیشه اشتباه نکنه و فکر کنه مثلا آمریکا به خاطر بازار ایران یا متحدای دیرینس مثل انگلیس بین کنار بیا سمت ایران، همیشه هم ضربه خورد. یکی دیستم مثال زی ضربا یک از زمان امیرکبیر هم که اولین ارتباطات اشتباه نکنم با آمریکا. خلاصه ایام ما بگم است ولی در کل گو که آمریکا گوی ما نیست و نشود آمن جنگ که با ایران وست روسیه و انگلیس حمله کردن، آمریکا هم کامل کشید کنار، در صورت که قبل از ایران بسکوبی که بیا و یک شرکت ها نفت بیاری چه کار بکنه، شرکت هواپیما سازی تو بیارسیم، هواپیما بهم بده، هیچ کس اون نکرد و حمله کرد و نشست همچون نیشت. بعدم موقع منابع که هوا ولی رضا شاه ناگفته نماند، جنگید، یه جورایی مقاومت نجنگید ولی خود تسلیم هم نبابید تا در سال 1320 قبل از اتمام روز دوم حمله ارتش ایران تصمیم به تسلیم گرفت.
سربازان فشنارن آواز تسلیم آقای ما حریف این کشورانی بود. تیمسار نخجوان یک ز فرمانده‌ها که رضا شاه آورد است داخل و درجه ها سکند حتی کلت سه بلند کرد خواست بکشست محمد رضا شاه نشت بود تو خائن امام جنگ تو تسلیم بود بدون اجازه مو. خلاصه صفحه 87 این موضوع نوشته بوده. بعد من هم دوره قبل از این جنگو کلا رادیو بی بی سی برنامه نابی که فقط تخریب بکنه رضا شاه، حالا با حقیقت عباس میلانی گفت چه حقیقت چه هر تعریفی که در مورد رضا شاه من کشور بی رسوند نسوچو به وسیله سفارت انگلیس، هر چند سفارت انگلیس گردن نگیره گفت رادیوی بحث جداه، ولی خب به وسیله سفارت افشنال وشو و او تبلیغ کرد اگه یه تایم بی در شب که مردم هیچ کس من خیابون نبی فقط رن نشستن پای او رادیو بی بی سی که گوش بگیرن ز صحبت‌ها بر علیه رضا شاه. یعنی داریان گفت که دستی که رضا شاه آورد انگلیس همو ناز کنار و رضا شاه شکست خورد. صفحه 89 موضوعات. خب در مورد جانشینی رضا شاه اگه هارولد نیکلسون که حدود 2 سال من سفارت انگلیس در تهران بی با محمد حسن میرزا قاجاری صفحه 95 درباره بازگرداندن پسرش به سلطنت و احیای قدرت دودمان قاجار گفتگو کرد. انگلیس قاجار برکنار کرد، رضا شاه پهلوی نشوند، رضا شاه برکنار کرد، اول را با یکی ز قجرا گفت بیا کارت خوب میشویم به تخت. ما با به مسخره کشور کوروش. در طول مذاکرات از میرزا پرسید که آیا پسرش فارسی بلد است؟ پاسخش به فرانسه بود. پاسون سول موت و معنیست یو بود. معنیست نوشته معنیست. اگه نه اگه 4 کلمه ساده بی ولی خب بیل بگو معنیست بود. معنیست بود نه حتی 1 کلمه بلد نی. اگه به ظاهر یا 4 کلمه ساده بی ولی خب روند حکومت ایران تغییر داد، نه حتی 1 کلمه فارسی بلد نی. خب پاشیم بریم یکی دین ورداریم بریم شاه و محمد رضا شاه شد. کی آورد از انگلیس؟ نان سرکار. حتی روزی که تاجگذاری هم کرد نه انگلیس نه روسیه نه رهلن من تاجگذاری است خوش هم نی بس ولی خب گندی کاچی بعضی چیه خداییست خدمت هم کرد به ایران خیلی هم کار کرد ایران. ولی خب حقیقت اینه که توسط انگلیسی‌ها در کل توسط یه سری‌ها داره نکن پهلوی فلان پهلوی بهمان مقایسه کنن با نادرشاه هیچ شباهتی به جز وطن دوستی من سونی نادری وجوبه نظامی هستن. رضا شاه هر جا تنگ اسمی شله که جلو آمریکا شله که جلو اصلا قابل مقایسه نیه کسی من تاریخ بعد از نادر شاه اسماعیل شاید داشت نه که بود نه ولی بازم نادر نیبون. رضا شاه که اصلا نیبونه با نادر نیبون مقایسه کنی. خدمات داشتن بالاخره ایرانی بیدن کار کردن ایران ولی کن بت سازی نکنیم. مطالعه ای داشته بودیم متوجه بودیم که هیچ بتی وجود نداره به جز یه سری آدما خاص که مبحث و جلوه. اصلا او آدما خاص که بتن تری بگویست بت منظور که الگوه نه خدا استغفرالله. خونو یه انسان‌هایی بیدن که تمایلی هم به حکومت نداشتن هر چند یه دوران‌ها یه سریاس و حکومت دادن ولی یانو بت‌سازی سوی کار اشتباهیه. ولی خب متاسفانه یه 4 نفریان تبلیغ کنن الان تو اپوزیسیون سه ببینی مثلا یاسی یا که خص برسه به یه نقطه تبلیغ سکنه خود 100% او نفر پهلوی یا هر کی بیا بالا این نفراتی هم که من چه بسه کنسی انتخابات سر سلطابه هستن تبلیغ کنن به اون نفرات هم خب یه چی رسیدیه دارن سنگ خصو به سینه زنه نشسته و چو اگه تو برو اعتراض کن و مرگی به اون گیریمه سی تو اعتراض کنم ایخوم اعتراض کنم سی خون پیما تش بست من ایران تش بست من لور من ای خاک و پیامن اسنی و بیا تو نه دلغه که بکنه شاه
چه من خود دید به جزو که مثلا رگ رضا شاهی اون هم خیلی انگلیس و اصلا تو بگو خوب خداییست نی بود حق پیان بری به کوری کارهای کردن، ولی خب پسر کو ندارد نشان از پدر و به تیپا از حقوق بشونیست به در که چند فرزند حالا به یر شو باید خوصیتی داد اونو بنده دلیل نی بود تنوابی شامو بود سرچه ساب ما کج و کولن پیایل خمو که بیاین تونه شاد بکنیم شاد بخونیم به جز یه سری‌ها که توهین بخواه یه سری اطلاعات ندارن ما که نکته بخون تو میکنم فاز گیره ولی گریز زنان با اون صحبت مثل لیارد اشتباه نکنم که عوابی من بختیاری با منطقه خان خیلی جوری حتی با جعفر قلی خان بهداروند هم نشست برخواست داشت گوبی که کل ایران گشتم و کسی مثل نامدار خان منجزی لایق نیدم سی حکومت ایران. پس ایما خو مومن کوچه بازارهای خو هم انسانهایی داریم فوق العاده شریف طرز این شخصو که اره به نتانیاهو گو بزنه نتانیاهو که بنه چه بلای سر غزه یاره اصلا مکار سیاست‌های ایران ندارم به عنوان یه ایرانی یک انسان نه ایرانی به عنوان یک ژاپنی اون چند سامورایان داره کم ایرانیانه داره نسل کشی کنه کل دنیا داستانه سیل کنن نتانیاهو غزه‌ای بکشه بعد گفتی به دست باز خب بیا من تیکه تیکه بکنه ما بود دوم اکثر ایرانیان تیکه بود تیکه بکنه دست جلو دراز نمی‌کنیم گسنه‌ای میریم ولی دست گدایی جلو خونخوار رو دراز نمی‌کنیم بابا زن و بچه مردم چند هزار زن و بچه بعد از قضیه یه حمله کردی حماس بسونه ندام لایر جورم است نیستم چند هزار فقط بچه کودک کشتیم معروف به کودک کشی حالا مردم دل خوشی از حکومت الان ایران ندارن یانگون که اوسیا آقا شاید حکومت داخلی مشکل داره شاید یه تنها سیاست خارجی درست است که ریبرین نتانیاهو واسطاده یکی که چند تا دایم بدرار یا دایم خوام بدرار رو نهیم آقا خداییست خو انسانیت بخوای بیاد وسط تصمیم بگیره نتانیاهو داره جنایت کنه من کل دنیا تو این استاد باز کنی مشخصه هیچ جا حمایت نکنه مگر یا که کشور مثل خوسه یه خونخوار مثل خوسه بعد یاگو ایران بزن که ما به حکومت خب 100 سال تو به حکومت فهمی مفت تو بیای به حکومت برسی دی ایماز بیرگی ایمان ای تو به حکومت برسی تو چی تو کوی ببین ایما زرج کشیدیم ایما بی بنزینی ایما صف مرغ و برنج چی تو چون نشستی خو یه حاکمی ما موری ما برست اول پیوی خودت ثابت کن بنیهلی میای من ایران اصلا یه سری هم سر تیان ننو پهلوی شاهزاده شو تعریف چیه کنی باو توی ما گفترز کوروش کبیر نداشتیم کمبوجی اسنا به کو خدا بیامرز اوادن داری و شبوجانش نسا یا که کور کوروشی دلیل نیه بود که لایق پادشاهیه نه سیشه با دلیل فرزند تش حاکستر دی هرگز نوی مال لراخ دیگه مثل بری گفتی به پای نتانیاهو ایران بزن میخوام نشینم به تخت ولی خوشم او خداییست خوشم او که مردم ما با تمام مخالفتاست ولی چه یه دست دادن نشو دان که او خارجیه که گو در گوشه خاک ایران یک ایرانی شهید بیده که اگر فرصت بس بدن یه بار دی ورسته و باسی مملکتش شهیده بود این ما همونوی دو هم دوانه یکم حالا روزگار دستامو تنگ کرده از لحاظ اقتصادی ضعیف بودیم غرب روم غرب هم مثل دست دادیم ما زیانستیم به گل ولی کن ز اصل وستیم ز اصل نوست من جنگ 12 روزه مشخصه با این هم مخالفت ها ولی خب کمترین اعتراض دمتون گرم به شمالم تا جنوبم اش چه خاک و گندمی دارم ایرانیه دیگه چه برسم فقط تبادل اطلاعات کردم یه کتاب یه زمان وقت داشتم بخوندم است اما الان یه بازنگری از کردم و یه جایی اشتباه داشتم به بزرگی خودتو ببخشین سی روشن سازی کوچیک همه تونم هیچ ادعایی در هیچ زمینی هم ندارم ولی خب
هر ایرانی بود وقتی که به مملکتت حمله بوه خینت به جوش، مگر که دیگه زمان آریوبرزند که دیگه اسطوره همه موقع بشناسیم چجور شکست خورد. یه چوپان خیانت که رن نشو اسکندر دا و اینا با 250 نفر حدود 50,000 نفر زمین گیر کرد من یه تنگه گریز بزنیم بیایم بعد از زمان این شبه مسلمان هایی که به ایران حمله کردن مثل داعش امروزی، اسلام نه مسلمان های او دوره که حمله کردن به ایران. قلعه شوشتر مقاومت داشته کرد، هرمزان فرماندستی یه نفر بومی و چو برستار را گو مرن نشو دم از فاضلاب را فاضلاب قلعه، ولی کار زن بچه هم نداشته با که اول داخل چه به سر شوشتر که نبودن. که جالبه که هرمزان در او به یک سوگو که قبل از مردن گون چه خواستی داره قبل از مردن گو بی که یه لیوان آب بگو بعد خواست خوره نیخرد گون سی نیخوری گو ایسا نامرد این سر آخوردن آم کشیم گو نه بای ما مسلمان این کار گو نه ایسا بکشیم نه هم نیکنیم گو پچه بکنیم گو آقا قسم بخود تایی اوان نخردم نیکشیم. طرف قسم خرد اشتباه نکنم عمرم قدیم قسم خرد که تایی اوان نخوری کاسه جامعه جو آگیرست نیکشمت یعنی گیری اوان رخیم و هرمزان زنده من و باز به نامرد کشته است. خلاصه خیانت بحث خیانت بی لطفعلی خان زندن در قلعه به ریس واز نکردن. بنیاد قاجاری سر خیانت یک داخلی قرار گیره که قجر ابو ایران تیکه تیکه بی سر همو که لطفعلی خان زندن یک نفر من قلعه رهند یه خیانت چکیر نصف ایران را بیایم این طرف در چه یادمه قلعه اصفهان هم که یه سری تاجر همچونی بیدن که اولا خواست بند جلو در قلعه مردم اون بردارن صحبت لشکر داعش حمله کرد. بگم داعش چون مسلمان من او جنگو به ایران حمله نکرد. خلاصه خیانت خیلی ضربه خوردیم. هنی که هنی هم داریم خوریم ولی به ایران که معنی هرچند خیانت کنن بیل بکنن. ایزد یارتون، خدا حافظتون.